باز یک سوال دیگر روشن سوال همین که ما همین در ساختمان کار میکنیم. همین مثال دیگر مثل هم رنگی پسرید میگیم اگر همین اون کار گیریم با اون کس مقصد میتیم همین کار از اون کار مقصد میگیم که همین 10% مقصد بمونده گفتم و میکنیم همین حلال است یکی حرام است همین حالت به چی گفتنی هسته؟ اصل خرید و فروش حلال است. الله تعالی میگه که احل الله البیع و حرم الربا. الله تعالی خرید و فروش حلال کرد. این هم خرید و فروش است. حتی هدیه دادن هم الله تعالی در هدیه دادن هم علمای از فقها و محدث ها در کتاب بیوع میبیارند، در کتاب خرید و فروش. برای چی هدیه را در کتاب خرید و فروش میاره؟ هدیه غالبا یعنی در اکثر وقت هدیه به همون آدم داده می شود که از وی آدم پیشتر به شما چیزی رسیده است یا من بعد می رسد. این هدیه ها عوض دارد. بنابراین الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از یک نوع هدیه با مقصدی غرضناک منع کرد. ولا تمنن تستکثر. ای پیغمبر تو به مردم هدیه نده با مقصدی زیاد کرده گرفتن. یک آدم میبیاد وظیفه نو گرفته میدارید پدرکه میتید روز تحفه میدید روز اولی کار با اومدگیش. برای چی؟ تا اینکه آینده زمین گیرید این گیرید و گیرید. یعنی بی مقصد نیست. این نمودی هدیه ها برای گاه و کمبغل ها با آدم های ثروتمند آمده هدیه میدهند. خواه اون چیز با دست خودش ساخته باشد، مثلا هنرمند است، یا چی ساخته است با چوب، یا چی ساخته است با آهن، و یا آدمی پولدار میدهد، تحفه میدهد. برای چی؟ تا اینکه با همین آدم علاقه پیدا کند و من بعد این آدم هم یگان چیزی بزرگتر از این دهد. این نمودی هدیه ها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام است و بعضی علما میگن که برای عالمان اسلام هم منع است، چون که این خصلت خوب نیست. ولا تمنون تستکثر. هدیه نده با مقصدی بسیار کرده گرفتن. اما برای آدم های عموم ممکن است، کم بغل ها، مسلمان های عادی اجازت است که مثال یگان آدمی پولدار به هدیه دهند، تا اینکه وحای هم هدیه هم خیلی چیز ده خودش وقتی که دادید و آدم هم میگوید که من این به باید هدیه دهم، گفته به نظر میگیرد غالبا هدیه یا دادگی هست یا میدهد. بنابراین وقتی که بعضی علما پرسیده شدن که صدقه بهتر است یا هدیه، گفتن صدقه بهتر است، ثوابش. هدیه بر عوض است، یعنی میدهید میگیرید، اما صدقه هم خیلی میدهید از بهرش میبرید به خاطر الله، هیچی امیدوار نیستید دیگه. بنابراین مسئله خریدن کار و فروختن کار است. این کار میخرید بالاشو مونده میفروشید، اصل حلال است. لیکن وقتی که همین مسئله گپ میزنیم مردم هجوم میکنن که اوه تو طرفی چیه گرفتی، پسردنیکایه. پسردنیک میگن به زبان روسی. برادرای فارسی زبان ها گاه ها حیران میشن بعضی کلمه های ما شنوان. ما مردم فهمد گفته مجبور میشیم کلمه روسی میگویم. میانه رو، میانه روی یعنی با شرط و با قاعده و ضوابط هاش حلال است اصلا. لیکن این میانه روهای ما چیکارا کردیم که اینقدر مردم از آنها ناراضی‌اند و فقط دعای بد میکنن، میگن دروغ میگن، فریب میتین، کار میفرمان پول نمیتین، همه خیلی چیها. اصلا مثلا کار گرفتید و بر بالاش حقتون مونده فروختید همون کاره، یعنی همین پسردنیکی که میگوید یعنی میانه روی، اصلا این حلال است، اصلا این حلال است. لیکن فریب دادن، دروغ گفتن، ظلم کردن اینا حرام است همه وقت. بله.